به نام الله بسیار بخشاینده و بسیار مهربان. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی، شما دوستداران قرآن، شما رهروان آخرین و بزرگترین و عظیمترین انسان و پیام آور الهی، شما کسانی که پای صفحه های تلویزیونتون نشستید و منتظر برنامه این هفته روحانی قرآن کریم هستید. درود بر شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم با سومین قسمت از مجموعه برنامه روحانی قرآن کریم. برنامه این هفته رو انشاءالله با مروری بر قسمت‌های گذشته آغاز می‌کنیم و پس از آن انشاءالله درس جدید و سپس نیز در بخش دوم برنامه با تمرین و همچنین تصحیح روحانی شما بینندگان عزیز و گرامی انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود و همچنین منتظر تماس‌های شما عزیزان هستیم تا اینکه بتوانیم بیش از پیش در راستای آموزش قرآن کریم گامی مؤثر و مفید برداریم. شاید که الله متعال به این سبب ما را ببخشد و بیامرزد. بله بینندگان عزیز، اما اگر بر بگردیم به هفته های گذشته و برنامه های پیشین که همکاران عزیزم در خدمت شما بودن، در قسمت اول دوستان عزیزم در اتاق فرمان کارگردان عزیز تقاضا میکنم که صفحه مانیتور بنده رو داشته باشن. بله، حروف الفبای فارسی رو همان گونه که مستحضر هستید با هم مرور کردیم و فرق بین حروف الفبای فارسی و عربی رو نیز بیان کردیم که حروف الفبای فارسی همان حروف الفبای عربی است مگر اینکه 4 حرف زیاده دارد، یعنی حرف پ و چ و ژ و گ یا پا و چا و ژیم و گاف یا ژا و گاف. در حال این 4 حرف اضافه بر 28 حرفی است که در الفبای عربی وجود داره. اما بخش بعدی که در مورد اضافه بر این حروف الفبا ما صدای اون یا نام این حروف الفبا را، حروف الفبای عربی رو خدمت شما عزیزان بیننده ذکر کردیم و گفتیم که حروف الفبای عربی اضافه بر تلفظ اون نامهایی رو دارد. بله کارگردان عزیز اگر لطف کنن، این نامهای حروف الفبا ا نامش الف هست، ب نامش با هست و ت نامش تا هست، بدین ترتیب تا آخرین حرف حروف الفبای عربی که ی یا همان یا می باشد. و پس از آن دوستان عزیز اگر به خاطر داشته باشید ما به سراغ اولین حرف رفتیم، اولین حرکت ببخشید که حرکت فتحه هست یا زبر و یا بره، یعنی در مناطق مختلف نامهای مختلفی هم دارد. فتحه که زبر و همچنین بره نیز به آن گفته می شود در برخی از لهجه های فارسی موجود در مناطق مختلف. و تمرین هایی رو هم داشتیم که هنگامی که حروف الفبا بر آن حرکت فتحه قرار می گیرد چگونه تلفظ می شود. ا، ب، ت، ث، ج و بدین ترتیب. پس از آن نمونه هایی رو دوستان عزیزم خدمت شما عزیزان ارائه کردند که یک نوع تمرین هست، یعنی در واقع کلماتی که کلماتی است عربی و بیشتر این کلمات نمونه هایی است قرآنی که حروف عربی بر روی آن حرکت فتحه قرار گرفته است در تمامی این حروف، برای اینکه بهتر بتوانیم روحانی را یاد بگیریم و یا تمرینی باشد برای حرکت فتحه، مانند رزق که می شود رزق، بر روی هر 3 حرف اون حرکت فتحه قرار دارد و همچنین رأف یعنی رأف و بدین ترتیب تا آخرین مورد. و همچنین نمونه های دیگر که باز هم در همین زمینه بود و دوستان عزیزم خدمت شما عزیزان ارائه کردند و نمونه های مختلفی از تمرین رو میبینیم. مثلا برکه که برکه
خواندن صحیح آن می باشد. اما برای اینکه ما بهتر یاد بگیریم مناسب هست که بخشوار، یعنی با بخش آن را قرائت کنیم، به چند بخش تقسیم کنیم و با تقسیم بخش آن را بخوانیم. ب ر ک، 3 بخش و جمع آن یا به هم پیوسته آن می شود برکه. ج د ا، هنگامی که به هم پیوسته می شود با هم بخونیم این 3 بخش رو می شود جدع. این بود از قسمت اول برنامه روخانی و همچنین در قسمت دوم دوستان عزیزم اگر به خاطر داشته باشید ما درس جدیدی را داشتیم که درس آموزش حرکت کسره بود. کارگردان عزیز، بله سپاسگزارم. حرکت کسره یا زیر، حرکت کسره یا زیر که همونگونی که در فتحه بیان شد نامهای مختلفی داره در مناطق مختلف و همچنین نمونه این رو میبینید که همیشه در زیر حرف نوشته میشه، در زیر خط فاصله اینجا قرار داره. این که بدونیم که در زیر حرف نوشته میشه و به آن نیز زیر هم گفته میشه. بله، نمونه های عملی اون رو در حروف الفبای عربی میبینیم: ا، ب، ت، س، ج، ه و بدین ترتیب. و اما در کلمه و رث، ورث، نگاه کنید اینجا هم حرکت فتحه هست بر حرف اول و همچنین حرکت کسره در زیر حرف دوم قرار داره و باز هم حرکت فتحه بر روی حرف سوم و بدین ترتیب خوانده می شود. فرح. همان گونه که عرض کردیم این حرکت ها جاهای مختلفی هم دارد، یعنی فتحه همیشه بر روی حرف هست و کسره در زیر حرف هست. و همین ترتیب اذن، 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 رحم، رحم، سخط، سخط و بدین ترتیب تمامی نمونه هایی که مشاهده می‌فرمایید و در راستای تمرین قسمت دوم ما مرور کردیم در قسمت پیشین برنامه روخانی قرآن کریم. اما حرکت ضمه یا پیش یا برو در برخی از مناطق به آن ضمه میگویند و در برخی مناطق پیش و در برخی مناطق نیز برو. اما اسم عربی اون، نام شرعی اون که بیشتر علما نیز از آن استفاده میکردن همان نام ضمه می باشد. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید ضمه نیز بر روی حرف قرار دارد و شکل آن نیز بدین صورت هست که مشاهده فرمودید. و همچنین تمرین که با هم مرور کردیم در قسمت‌های گذشته اگر به خاطر داشته باشید: او، بو، تو، ثو و بدین ترتیب. و همچنین در کلمه که اوثر، اوثر، در این کلمات دوستان عزیزم زحمت کشیدن و کلماتی را انتخاب کردند که همان گونه که مشاهده می‌فرمایید هم در اولین حرف اون مثلا به عنوان مثال بر روی آن حرکت ضمه هست و در زیر دومین حرف حرکت کسره و بر روی سومین حرف نیز حرکت فتحه هست و روی هم رفته مثلا تو ل ب خوانده می شود طلب و بدین ترتیب کلمات دیگر که مشاهده فرمودید. اما دوستان عزیزم موضوع برنامه امروز ما درسی است جدید، موضوعی است جدید که به نظر بنده از امروز انشاءالله باید دقت بیشتری بکنید. شما بینندگان عزیز، شما محبان قرآن، کسانی که خواهان این هستید که اجر مضاعفی را از الله متعال دریافت بکنید و جز کسانی باشید که مهارت دارند، زبردست هستند، استاد هستند در خواندن قرآن کریم، در خواندن این کتاب عظیم الشأن الهی که برترین کتاب هست، کلام الله متعال هست. از این قسمت از برنامه اگر دقت بیشتری بنمایید انشاءالله، زیرا
درس امروز ما درس ساکن هست که اگر وقت برنامه اجازه بده انشالله درس تشدید رو هم با هم مرور خواهیم نمود و اگر این دو حرکت رو که در واقع حالا به تعبیر آن را حرکت مینامیم و به تعبیری همون سکون اگر بگیم در واقع مخالف حرکت هست، اما اگر این دو مورد رو انشالله به خوبی یاد بگیریم انشالله بیشتر کلمات قرآنی را ما میتوانیم به صورت صحیح بخوانیم. حالا جدا از مبحث تلفظ دقیق اون یا مخارج حروف که انشالله در آینده با هم مرور خواهیم نمود، اما مبحث خواندن اون و چگونگی خواندن آن کلمه، چگونگی قرائت نمودن آن کلمه رو انشاءالله اگر این حرفها رو، این حرکت ها رو در واقع این سه حرکت گذشته رو و همچنین دو موردی که امروز انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد رو خوب فرا بگیرید، به اذن الله بیشتر مشکلات خواندن قرآن در واقع حل خواهد شد. اما درس امروز کارگردان عزیز، اولین موردی که انشاءالله امروز میخواییم به شما عزیزان معرفی بکنیم مبحث سکون هست. سکون که به آن ساکن نیز گفته میشود و کیفیت نوشتن ساکن بدین صورت هست که در برخی از قرآنها یا مصاحف، قرآنهای عثمان طاها که بر رسم الخط عثمان طاها هست، همون شکل دست راست رو بیشتر می نویسند، شکل دست راست که با حالت تقریبا دال یه خورده خمیده هست، حرف دال خمیده، تقریبا حرف دال خمیده و شکسته ای که روبه یا دندانه آن به پایین هست که در سمت راست مانیتور شما مشاهده می کنید. این بیشتر سکونهایی یا ساکنی که در رسم الخط عثمانی هست، در مصحف عثمان طاها هست، مصحفی که عثمان طاها اون رو نوشته و در مدینه منوره در مرکز چاپ مصحف شریف در مدینه منوره نیز چاپ میشه و توزیع میشه و در بسیار دیگر از کشورهای دنیا نیز بر همین رسم الخط چاپ میشه. بیشتر با این صورت میآید که حرکت ساکن، در واقع ساکن مخالف حرکت هست اما به آن اصطلاحاً حرکت هم گفته میشه، یعنی هنگامی که ساکن شد حرفی دیگر بر اون هیچ حرکتی قرار نمیگیرد، یعنی سکون و حرکت با هم یک جا جمع نمی شود، مخالف و متضاد هم دیگر هستند. و اما نمونه دیگری از ساکن رو میبینیم که در برخی از قرآن ها وجود داره، به ویژه قرآن هایی که در پاکستان چاپ میشه و همچنین در دیگر کشورها. رسم الخطی که در پاکستان رایج هست، در هند رایج هست، چه بسا در افغانستان هم بیشتر رایج باشه. این ساکنی هست که تقریبا حالت دایره مانند یا بیضی مانند داره و به کلمه 5 عربی نیز شبیه هست. عدد 5 عربی، عدد 5 که در زبان عربی یا در کتابت عربی نیز نوشته می شود بدین صورت هست. سکونی که در سمت چپ مانیتور شما مشاهده می کنید. اما چگونگی خواندن آن؟ یک قاعده است در زبان عربی که هیچ وقت با سکون نمیشه آغاز نمود، یعنی با حرف ساکن، با ساکن که خودش مخالف هست با حرف، هیچ وقت هیچ کلمه ای را نمیتوانیم آغاز بکنیم. یعنی باید قبل از ساکن یک حرکتی قرار بگیرد تا اینکه بتوانیم آن را نطق کنیم، آن را بخوانیم. اینجا نیز برای اینکه خواندن ساکن امکان داشته باشد یا چگونگی تلفظ و نطق اون رو خدمت شما عزیزان بیننده ارائه بکنیم، ما قبل از اون حرکت فتحه رو بر روی حرف قرار دادیم و اشکالی هم نداره که هر حرکتی هم میتونه قبل از ساکن بیاد، ضمه میتونه بیاد، کسره میتونه بیاد و هر حرفی هم میتونه قبل از ساکن بیاد که انشالله در ادامه برنامه شما مشاهده خواهید نمود که چگونه هست. و اما چگونگی خواندن آن: اب، اب، ات، اث، اث،
اج اج اح اح اخ اخ و بدین ترتیب تا آخرین حرف موجود. و اما نمونه های آن را در در کلمات عربی انشاءالله با هم میخونیم. در کلمات قرآنی همان گونه که مشاهده میفرمایید فرغت 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 فرغت. نگاه کنید، همیشه قبل از ساکن باید یک حرکتی باشد که بر روی آن حرفی باشد که بر روی آن حرکتی قرار داشته باشد. اگر ساکن باشه دو ساکن با هم جمع نمیشه. یعلمو 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 اذنت 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 اذنت. و همچنین کلمات دیگر، کلمات قرآنی دیگر، ارسلتم 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 ادبر 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 ادبر. اینجا نکته‌ای که حائز اهمیت هست، گرچه هنوز به آن نرسیده ایم اما شاید برای شما عزیزان، برخی از عزیزان بیننده اینجا سوال پیش بیاد که چرا دال رو گویا حرکت کسره، ذره کسره به دال دادید در هنگام تلفظ دال. چند کلمه هست، چند حرف هست در زبان عربی که هنگامی که ساکن می شود سکون اون همراه با یک حرکتی بسیار کم هست، حرکتی بسیار اندک که به آن حروف قلقله میگویند. نگاه کنید، مانند قطبون، قطب، جد، قطب، جد، 5 حرف، قاف، طا، با، جیم و دال. این 5 حرف قطب جد او قطبون جد که ذره قلقله می شود، یعنی هنگامی که ساکن شد ذره حرکت یا ذره حرکتی بسیار سبک و کم به آن می دهیم. نگاه کنید، ادبره ادبره. هنگامی که می خونیم درسته که ساکنه بر روی دال اما یک حرکتی بسیار کم ما تلفظ می کنیم برای زیبایی خواندن این کلمات که همان تجوید صحیح نیست. همین می باشد که انشاءالله در مبحث تجوید در آینده خواهیم خواند. اما کلمه بعدی لم یلد لم یلد لم یلد لم یلد. و بدین ترتیب نمونه های دیگر هم داریم، نمونه های قرآنی. نعبدو 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 الحمدو 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 فلیکتب 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 فلیکتب. اینها نمونه هایی بود که برای تمرین خدمت شما عزیزان ارائه شد و نمونه های بعدی هست که انشاءالله ما هنگامی که شما عزیزان در بخش دوم برنامه تماس میگیرید انشاءالله از شما عزیزان تقاضا میکنیم که برای ما قرائت بکنید و بخونید تا اینکه عملا ما این درس امروز رو انشاءالله عملا ما فرا بگیریم و بتوانیم گام عملی رو در این راستا برداریم. اما درس دوم امروز عزیزان بیننده تشدید هست. تشدید که در آن
همان گونه که از اسمش هم مشخص هست به معنای شدت و تند بیان کردن هست. تشدید در برخی مناطق به آن شدت هم میگویند، شده هم میگویند، نامهای مختلفی دارد، شد هم میگویند که همه از یک ریشه برگرفته شده که همان ریشه تند بیان کردن و با شدت ادا کردن. و شکل تشدید هم همون گونه که مشاهده میکنید. بله، تشکر میکنم از کارگردان عزیزم احمد آقا. بله، در بالای حرف قرار داره، در بالای خط فاصله قرار داره. اما نمونه های دیگری هم هست از تشدید که هنگامی که بر روی آن فتحه قرار بگیره در زیر فتحه قرار میگیره، هنگامی که کسره باشه بر روی اون کسره بر زیر تشدید قرار میگیره و هنگامی که بر روی اون حرفی که مشدد هست، یعنی حرفی که تشدید داره، ضمه قرار بگیره، ضمه بر روی تشدید نوشته میشه، بر روی تشدید. که این رو در مثال ها انشالله میتونیم بهتر متوجه بشیم. ضرب المثلی در عربی هست، در زبان عربی هست که میگوید با مثال، یعنی با نمونه و با ذکر مثال، آن گفته شما واضح و آشکار می شود. همیشه مثال هایی که ما ذکر می کنیم باعث میشه که ما اون مفهوم رو بهتر درک کنیم و بفهمیم. بله کارگردان عزیز، هنگامی که حرفی ساکن باشد، یک حرف که حرف مماثل اون پس از اون بلا فاصله بیاد و و حرکت داشته باشه، اون دو حرف در هم ادغام میشه، یعنی در هم فرو میرود و بر روی آن یک تشدید قرار میگیره. پس هنگامی که یک حرف دو بار در کنار یکدیگر بیاید که اولی ساکن و دومی متحرک هست، این دو حرف در هم دغم می شود، ادغام می شود، فرو می رود به عنوان یک حرف، اما بر روی آن علامت تشدید گذاشته می شود و با حالت تشدید نیز خوانده می شود، یعنی با حالت شدت و تکراری خفیف، تکراری بسیار سبک که انشاءالله نمونهش رو الان خدمت شما عزیزان ارائه می کنیم. ان نه، ان ان نه، ان مس س مس مس س مس کف ف کف کف ف کف. نگاه کنید، فای اولی ساکن هست، فای دومی متحرک هست، در هم فرو رفته به یک فا و بر روی آن علامت تشدید یا شد گذاشته شده که چون فای دومی بر روی آن فتحه وجود داره، میبینیم که بر روی تشدید فتحه اومده. کف ثم ما ثم ثم ما ثم و بدین ترتیب. نمونه دیگر رو با هم میخونیم. رب ب رب رب ب رب کل ل کل کل ل کل شر ر شر فصل فصل ل فصل فصل ل فصل. نگاه کنید، لام اول ساکن هست، لام دوم متحرک هست و کسره داره. در مقابلش لام ها در هم فرو رفته، ادغام شده، فرو رفته و تشدید جای لام دوم رو گرفته یا جای یکی از این لام ها رو گرفته و بر زیر تشدید کسره اومده. چرا؟ چون که بر روی لام دوم یا در زیر لام دوم کسره وجود داشت.
لام دوم مکسور بود. به همین خاطر علامت کسره یا حرکت کسره رو در زیر تشدید مشاهده می کنیم. مثال های بعدی: ای یو، تشدیدی است که مضموم هست، یعنی ضمه بر روی اون اومده. ای یو، ایو. یا فر رو، یفر رو، یا فر رو، یفر رو. اشد دو، اشد دو، اشد دو، اشد دو. اعز زو، اعزو، اعز زو، اعزو. نگاه کنید در اعزو زای اول ساکن هست و زای دوم متحرک هست، در هم ادغام شده، در هم فرو رفته و جای اون تشدید اومده و ضمه بر روی تشدید، زیرا زای دوم بر روی آن حرکت ضمه قرار داشت. و اما تمرین امشب رو اگر با هم مرور بکنیم تا اینکه انشاءالله در بخش دوم شما عزیزان بیننده بتونید که به درستی اون رو تلفظ بکنید. دوستانی که با ما همراه هستند، در گام به گام با ما همراه هستند در آموزش روحانی قرآن کریم و در روزهای اولیه این آموزش قرار دارند. برخی از عزیزان هستند که واقعا متخصص هستند و توانمند، اما برخی از عزیزان در روزهای ابتدایی این آموزش قرار دارند و انشاءالله که بتوانیم با هم به خوبی خواندن قرآن رو فرا بگیریم. نگاه کنید تمامی این حرف ها قرآنی هست، این کلمات ببخشید قرآنی هست و حرکت هایی که در این سه قسمت ما فرا گرفتیم رو میتونیم عملا در این تمرین مشاهده بکنیم و اون رو تکرار بکنیم. اتتخذو، اتتخذو، اتتخذو. ربکم، ربکم. لا ام لا ان، لا ام لا ان، لا ام لان. یا حض، يحض، يحض، يحض. تحدث، تحدث. يكذب، يكذب. سبح، سبح. تفرق، تفرق. تنزل، تنزل. تنزل، تنزل. هر دو در قرآن اومده. فبشرهم، فبشرهم. فبشرهم، فبشرهم. زوجت، 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 زوجت. تنفس، تنفس. تنفس، تنفس. مثال های بعدی تمرین دوم. عطلت، 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 عطلت. ركبك، 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 ركبك. يظن، 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 يظن. ثوب، 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 ثوب.
اعز 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 سبح سبح قدر 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 غرك 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 ربهم 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 كذب 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 فكر 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 حصل 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 حصل. همان گونه که مشاهده کردید این تلفظ این حروف عربی باید بر طبق ادای مخارج حروف زبان عربی باشه، بر همان روشی که ما در کتاب‌های تجوید میخوانیم و خوانده ایم و در زبان قوی و زبان اصیل عربی نیز همین گونه آموزش داده می شود و عرب زبان‌ها نیز این گونه حروف عربی رو تلفظ می کنند از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل از اون و تا به امروز. و یکی از ویژگی های زبان عربی هست که باید با دقت به مخارج حروف آن توجه کرد که انشاءالله در برنامه‌های آینده هنگامی که به مبحث مخارج حروف میرسیم بیشتر به این موارد خواهیم پرداخت. اما نمونه هایی که از مثال هایی که در قرآن کریم اومده و آیات کلام الله مجید هست، احمد آقای عزیز اگر لطف کنن صفحه مانیتور بنده رو نشان بدن. بله، آیاتی هست که ما با هم میخوانیم و تمرین سوم که همین حرکت هایی که در درس های اخیر فرا گرفتیم رو عملا ما میتونیم در این آیات مشاهده بکنیم. فصب علیهم ربک سوط عذاب فصب علیهم ربک فصب علیهم. نگاه کنید حرکت فتحه، تشدید که بر روی آن فتحه قرار داره و باز هم فتحه بر روی عین، بر روی لام و سکون بر روی یا و کسره بر روی ها و سکون بر روی میم و بدین ترتیب. جمله بعدی الم نشرح لك صدرك الم نشرح لك صدرك. فتحه بر روی همزه، بر روی الف، بر روی لام باز فتحه، سکون یا ساکن بر روی میم، بر روی نون باز فتحه هست، بر روی شین که اینجا ذکر نشده یعنی نوشته نشده و جا افتاده متاسفانه باز هم ساکن هست و بدین ترتیب. اما جمله اخیر وسبح بحمد ربک وسبح بحمد ربک که باز هم فتحه و تشدید و ساکن و کسره و ضمه رو در این مثال ها میبینیم. اما تمرین ساکن رو، تمرین ساکن که ما از آن گذشتیم و گفتیم که به پایان بخش اول برنامه واگذار بکنیم که الان وقتش هست. کارگردان عزیز صفحه مانیتور بنده رو داشته باشن. نمونه هایی رو به عنوان مثال و نمونه از کلماتی قرآنی برای شما عزیزان انتخاب کردیم که در آن سکون یا ساکن بر روی برخی از حرفها قرار داره و چگونگی تلفظ آن را. مد ین، مد یا نه، مد یا نه،
مدین خلقت خلقت سکون بر روی تا و در حرف مدین هم سکون بر روی دال هست. نصیبت 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 سکون بر روی تا یا ساکن بر روی تا قرار داره. ارسیل 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 که مشاهده میکنیم ساکن بر روی را قرار داره. ینزیلو 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 سکون بر روی حرف نون قرار داره. اغطش 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 که ساکن بر روی حرف غین قرار داره. یأخذو 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 که اینجا ساکن بر روی الف یا همزه قرار داره. سطحت 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 ساکن بر روی حرف تا قرار داره، آخرین حرف. عقیبیه عقیبیه اینجا ساکن بر روی حرف یا قرار داره که در وسط جمله هست و چگونگی تلفظ آن. عقیبیه عقیبیه. تذهبو 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 سکون بر روی حرف ذال قرار داره. و مثال های بعدی که به ذره شاید سخت‌تر باشه برای دوستان عزیزی که در ابتدای آموزش هستن. عهدهم عهدهم اینجا دو تا ساکن رو میبینیم در این کلمه که بر روی ها هست دومین حرف و همچنین بر روی میم هست آخرین حرف کلمه عهدهم. قبلهم 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 در این کلمه نیز دو بار سکون اومده، یک بار بر روی با بر روی دومین حرف و یک بار هم بر روی میم بر روی آخرین حرف که خوندن صحیح اون قبلهم قبلهم می باشد. کدأبی 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 کدأبی. انفقتم 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 اینجا باز هم چند بار در کلمه انفقتم سکون آمده است، 3 بار بر روی دومین حرف که نون هست، بر روی چهارمین حرف که قاف هست و بر روی آخرین حرف که میم هست. انفقتم. و لم یکن لم یکن لم یکن لم یکن. مثال های بعدی. وجهک وجهک نستبق 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 که سکون بر روی حرف سین قرار داره که دومین حرف هست. هی تلک هی تلک هی تلک سکون بر روی دومین حرف قرار داره که یا هست. لی نصرف لی نصرف فصدقت
فصدقت فصدقت. سکون بر روی آخرین حرف که تا باشه قرار داره و بدین ترتیب ما مثال ها رو میبینیم که یکی پس از دیگری سکون در اول کلمه، در وسط کلمه، در آخر کلمه قرار دارد که برای آموزش صحیح آن من تا آخرین کلمه انشاءالله میخوانم و انشاءالله در بخش دوم از شما عزیزان تقاضا دارم که این کلمات را بخوانید و اضافه بر سوره‌ای که انشاءالله انتخاب خواهید کرد و خواهید خوند. فکذبت 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 فکذبت. سمعت سمعت. اعتدت اعتدت. تصریف تصریف. سبعه 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 سبعه. اینجا کلمه سبعه از 3 حرف تشکیل شده که حرف وسط آن ساکن هست و با هست و گفتیم که حرف با هنگامی که ساکن میشه با ذره حرکت بسیار ناچیز قرائت میشه، خوانده میشه که به آن قلقله نیز میگویند. اما دقت کنیم که کلماتی که معمولا 3 حرفی هستند و در وسط اونها ساکن قرار دارد با دقت بیشتری باید خوانده بشود که مبادا در اشتباه واقع نشویم و ساکن رو حرکت نکنیم. سبعه سبعه. ارجع 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 ارجع. اینجا فعل امر هست ارجع و 2 جا ساکن اومده که اولین ساکن اون بر روی را هست که دومین حرف اون هست و همچنین ساکن بعدی بر روی عین هست که آخرین حرف اون هست. ارجع. و کلمه لم اخنه لم اخنه لم اخنه لم اخنه. این کلمه مرکب هست که ساکن رو در 2 نقطه از این کلمه مشاهده می کنیم. کلمه بعدی فعرفهم 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 که بازم ساکن در آخرین حرف کلمه قرار داره بر روی آن. فأرسل فأرسل فأرسل. نفقد 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 نفقد. و بدین ترتیب که مشاهده فرمودید. تشکر میکنم از کارگردان عزیز برنامه که زحمت کشیدن و این تصاویر رو پخش کردن و همچنین سپاسگزارم از شما عزیزان بیننده که تا این لحظه با ما همراه بودید و بخش اول برنامه آموزش روحانی قرآن کریم رو با هم مرور کردیم. انشاءالله که در بخش بعدی این برنامه هم پس از این میان برنامه با ما همراه باشید. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاه ونعانق. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند
هیچ گروهی در خانه از خانه‌های الله گرد هم نمی آیند و به قرائت قرآن و تعلیم آن مشغول نمی شوند مگر اینکه آرامش بر آنها فرود می آید و رحمت الهی آنها را در بر می گیرد و ملائکه آنها را احاطه می کنند و الله متعال در جمع کسانی که نزد او هستند از آنها به نیکی یاد می کند. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاها ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. خسته نباشید. مجدد خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، دوستداران قرآن کریم به راه و روش رسول امین، عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و همچنین خدمت عزیزانی که از این لحظه با ما همراه هستند، عزیزانی که تازه به ما ملحق شدند. در برنامه روحانی قرآن کریم هستیم، بخش دوم. در بخش پیشین همان گونه که مستحضر بودید بینندگان عزیز، درس جدید رو، در واقع 2 درس جدید رو با هم مرور کردیم. درس آموزش تشدید و همچنین آموزش سکون یا ساکن که انشاءالله امیدوارم که شما خوب فرا گرفته باشید و با هم تمرین هایی رو مرور کردیم که در این بخش هم باز از شما عزیزان بیننده، عزیزانی که تماس میگیرید، میخوام که انشاءالله همین تمرین ها رو بار دیگر با هم مرور کنیم، بخوانید و 2 سوره از سوره های مبارکه قرآن کریم رو که قبل از اون من تلاوت میکنم خدمت شما عزیزان بیننده و پس از این که انشاءالله تماس ها رو با هم میشنویم انشاءالله از شما میخوام که این سوره ها رو تلاوت کنید. از دوستان عزیزم در اتاق فرمانم تقاضا دارم که شماره ها رو زیر نویس کنن و تا اینکه ما صدای عزیزان بیننده رو نیز داشته باشیم. و اما سوره اول سوره فاتحه هست که این 2 سوره رو امروز از شما عزیزان هم میخوام که تلاوت کنید یا این که تمرین هایی که با هم مرور کردیم. اما سوره فاتحه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. این بود سوره مبارکه فاتحه که اولین سوره قرآن کریم و عظیمترین سوره قرآن کریم هست و اما سوره دوم سوره مبارکه ناس هست که آخرین سوره قرآن کریم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. و این هم سوره مبارکه ناس. بله و اولین تماس امشب رو با هم میشنویم. سلام علیکم و سال حق، بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من از تاجیکستان هستم. بله، درود بر شما بیننده عزیز از تاجیکستان. در خدمت شما هستیم. بله، سوره حمد میخونم. سوره حمد بفرمایید، بخوانید بیننده محترم، و پس از اون چند تمرین رو انشالله هم حتما با ما مرور خواهید کرد، چون که علاوه بر سوره حمد تمرین هایی که با هم مرور کردیم نیز امیدواریم که شما بخونید و انشالله در خوندن اون هم موفق باشید. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین. یه بار دیگه آیه دوم رو ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. بله، من تشکر میکنم از شما. فقط لطف کنید هنگام تلفظ حروف، مخارج حروف رو انشالله بیشتر روش دقت کنید و هنگام خوندن هم عجله نکنید. شمرده بخونید. هرچه شمرده تر شما بخونید انشالله قرائت شما بهتر خواهد شد و مخارج حروف رو نیز میتونید بهتر ادا بکنید. دوست عزیزم، شما صفحه تلویزیون رو دارید، میبینید؟ بله، تماس این بیننده عزیزمون قطع شد از تاجیکستان. برنامه روحانی قرآن کریم، بفرمایید بیننده عزیز. برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید بیننده محترم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی کنید بیننده عزیز. قربان علی هستم از تاجیکستان. مزاحم میشم برادر. قربان علی عزیز از تاجیکستان. بله قربان علی محترم، شما چه سوره ای رو انتخاب میکنید و همچنین چه تمرینی رو؟ میخواهم همین سوره حمد بفرمایید، سوره حمد رو بخونید، میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. بله، من صدای قربان علی محترم رو ندارم، نمیدونم صداتون قطع شد بیننده عزیز. بله، ظاهرا پشت خط هستن اما صداشون قطع شد. تشکر میکنم از بیننده عزیزمون قربان علی از تاجیکستان. فقط شما در کلمه صراط اینجا مد وجود نداره و نباید به قول معروف اون الف رو مد بدید، یعنی دراز بکشید، بلکه صراط الذین، کافی همون مد طبیعی که خودش داره کافیه و بر روی الف در کلمه صراط مد وجود نداره و این رو نکشید بیش از حد نیاز. سپاسگزار از شما بیننده عزیز. سلام علیکم، وصال حق، بفرمایید بیننده محترم. لطف کنید صدای گیرندتون رو کم کنید بیننده. وصال حق، بفرمایید بیننده عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر گرامی لطف کنید خودتون رو معرفی کنید. خسته نباشید.
من سهلا از تاجیکستان. ببخشید اسمتون؟ سهلا از تاجیکستان. بله، خواهر زهرا از تاجیکستان. بفرمایید خواهر محترم. سهلا. بله سهلا از تاجیکستان. ببخشید که درست نشنیدم. من میخوام بفرمایید. سوره ناس بخونم. سوره ناس بفرمایید خواهر محترم، بخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلی العظیم. صدق الله العظیم. تشکر از شما خواهر سهلا از تاجیکستان. قرائت بسیار زیبایی بود و مخارج حروف رو خوب ادا می کردید، حتی تجوید رو. فقط در قرائت خودتون دقت داشته باشید که حروفی که بر روی آن ساکن هست رو اون با به قول معروف متحرک نکنید. یعنی مثلا الان شما اگر اشتباه نکنم من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس، اینجا نگاه کنید سین اینجا ساکن هست، وسواس اینجا دیگه اشتباه هست. اگر شما بگید الوسواس باید بگید وسواسی، من شر الوسواس. من شر الوسواس. لا نگاه کنید، فقط عجله نکنید هنگام خوندن، با دقت شمرده. یک بار دیگه من میخونم براتون. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. نگاه کنید قرائتتون بسیار زیباست، فقط همین که روی سین ساکن هست دقت کنید که حرکت ندید به سین، فقط همین انشالله دقت بکنید بیشتر. و نمیدونم مانیتور رو شما مشاهده میکنید، صفحه تلویزیون رو دارید یا خیر خواهر محترم؟ تشکر. صفحه تلویزیون رو دارید؟ خب این تمرین ها رو اگر لطف کنید برای ما بخونید، تمرین های سکون رو. میشنوید خواهر محترم؟ مدینه. بله. خلقت. بله. نصیبت. بله. ارسلا. بله. ینزلو. تشکر از شما خواهر محترم سهلا خانوم از تاجیکستان. سپاسگزارم از شما. در امان خدا باشید. خداحافظ شما. سپاسگزار از شما. سلام علیکم. برنامه روحانی قرآن بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برادر محترم فقط لطف کنید صدای گیرندتون رو کم کنید، صدای تلویزیون رو کم کنید. بله صدای گیرنده رو بسیم. آقای عباسی بفرمایید. حفیظ الله هستم از افغانستان. حفیظ الله عزیز برادر محترم از افغانستان. بفرمایید برادر محترم، انتخاب کنید تمرین رو انتخاب میکنید یا سوره رو؟ تلاوت سوره هم. بفرمایید برادر عزیز تلاوت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. بله، تشکر از شما برادر عزیز آقا حفیظ الله. از تمرین ها آقا حفیظ الله، اگر صفحه تلویزیون رو دارید آقا حفیظ الله؟ صفحه تلویزیون رو داریم ولی تو خونه همه نشستن همین تلاوتی میخواستن گوش کنن. من اومدم توی اتاق دیگه. خواهش میکنم. نمیتونم بخونم بخاطر که باید صدای گیرنده رو ببندم. خواهش میکنم. سپاسگزار از شما، بسیار تلاوت زیبایی بود. من تبریک میگم به شما. سلامت بشه. باچی اسما خارزاده من میخواد تلاوت کنه سوره حمد رو، صداشو گوش کنیم. بله خواهش میکنم، میشنویم. گوشی. سلام علیکم. علیکم السلام. اسما جون حالتون خوبه؟ الحمدلله. سلامت باشی عمو. بفرما تلاوت کن، میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمین. اسما جون چند سالته شما؟ 8. ماشاءالله ماشاءالله 8 سالته. ماشاءالله خیلی خوب بود. آفرین بر شما، خیلی قشنگ میخونی. انشالله سعی کن برنامه‌های ما رو ببینی و روز به روز انشالله تلاوتت و همچنین قرائت تجویدت بهتر بشه انشالله. ممنونم. من برنامه شما رو دنبال میکنم. خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون از شما عمو جان، خیلی ممنون. خداحافظ. شما کاری نداریم؟ خداحافظ. خداحافظ. سلام علیکم. برنامه روحانی قرآن، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی کنید بیننده محترم. محمد میرانی هستم. آقا محمد میرانی. خوبی محمد جان؟ بله. چند سالته شما؟ خوبم. 8. ماشاءالله ماشاءالله. امروز همه 8 ساله ها تماس میگیرن. خب چه سوره ای رو میخونی محمد جان؟ الحمد. سوره الحمد. سوره فاتحه رو بخون برات. بخون عزیزم، بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. بله بخون محمد جان، میشنویم. بخون. درست میخونی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمین. خیلی ممنون محمد جان. فقط میشنوی عمو جان؟ میشنوی صدامو؟ بله. فقط هنگامی که شما میخونید عجله نکنید. خب همیشه شمرده دقت کنید، قرآن رو ببینید، کلمات رو دقیق بخونید، شمرده عجله نکنید تو خوندنتون. هیچ وقت هولم نشید، خیلی عادی بخونید انشالله تا اینکه بتونید روز به روز بهتر یاد بگیرید. کاری نداری عمو؟ نه خدا. خداحافظ شما. سلام علیکم. وصال حق. بفرمایید. الو. بفرمایید بیننده محترم، لطف کنید خودتون رو معرفی کنید. برنامه روحانی قرآن کریم. گوشش اندازه. الو. بفرمایید بیننده محترم. بله بفرما.
من نیکو هستم از سننده. متوجه نشدم بیننده عزیز. من نیکو هستم از سننده. از سنندج هستید. اسمت؟ نیکو. نیکو از سنندج. چند سالته آقا نیکو؟ من 10 سالمه. 11 سالته. ماشاءالله. خب سلامت باشید. مرسی. سلامت باشید. خب میشنویم. چه سوره ای رو میخونید؟ سوره میخونم. بفرمایید بخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا نیکو جان ایا این آیه رو یک بار دیگه بخون. آیه 5 رو. ایاک نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. اینجا دقت کن. نکن آقا نیکو شما دقت کن اینجا. ایاک نعبدو. ایاک نعبدو نیست، یعنی اینجا ضمه هست، واو نیست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. إياك نعبد وإياك نستعين. نه باز هم شما ادغام کردید، یعنی شما دارید میگید که ایاک نعبد و ایاک. نه کنید اینجا پس از دال بر روی دال ضمه هست و بعدش هم واو هست، یعنی شما باید این گونه بخونید ایاک نعبد و ایاک نستعین. یه بار دیگه بخونید. إياك نعبد إياك نستعين. ادامه بدید. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بله خیلی ممنون از شما آقا نیکو از سنندج. خواهش میکنم. خداحافظ. شما تشکر میکنم از آقا نیکو. کارگردان عزیز اگر سوره حمد و تصویر سوره حمد رو داشته باشن من توضیحاتی بدم. بیشتر شاید اخطایی که عزیزان بیننده درش واقع میشن و کلا در سوره حمد بیشتر مسلمان ها، بیشتر برادران و خواهرانی که بنده مشاهده کردم در تمامی مناطق، شاید یکی در مورد همین کلمه ای که آقا نیکو هم درش در این اشتباه واقع شد، ایاک نعبدو، نکنید همیشه ضمه رو به واو تبدیل میکنن و این اشکالی هست که زیاد مشاهده میشه. ایاک نعبدو اینجا ضمه هست و ایاک نستعین بعدش هم واو هست که بر روی آن فتحه هست. ببخشید واو در عربی باید دقت داشته باشیم بینندگان عزیز که در عربی واو نیست بلکه واو هست. واو یعنی تلفظ واو در عربی با فارسی بسیار متفاوت هست، اما پس از دال گفتیم بر روی دال ضمه هست و پس از اون واو هست، پس این گونه تلاوت میشه ایاک نعبد بدون بدو و ایاک نستعین. این یک اشتباه و اشتباه دیگری که باز هم زیاد دوستان عزیز درش واقع شدن، صراط الذین انعمت، اینجا نون ساکن هست عزیزان بیننده، نون ساکن هست. انعمت، انعمت نیست، نون فتحه نداره، نون ساکن هست. صراط الذین انعمت بعضی ها این گونه میخونن صراط الذین انعمت، این اشتباس. انعمت اشتباس. انعمت نون ساکن هست. و همچنین در ادای مخارج حروف برای اشکالات زیادی
مشاهده میشه. اما من تشکر میکنم از آقا نیکوی عزیز که بسیار زیبا خوندن، تلاوتشون بسیار زیبا بود، صداشون دلنشین بود. فقط این اشکالی که بهشون گوشزد شدم، امیدوارم که این رو هم انشالله به زودی برطرف کنم. برنامه روحانی قرآن کریم، بفرمایید بیننده محترم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. لطف کنید خودتون رو معرفی کنید. من محمدون از تاجیکستان. اسم شریفتون رو متوجه نشدم. محمد جان از تاجیکستان. محمد جان از تاجیکستان. خب آقا محمد عزیز، اگر لطف کنید قبل از اینکه سوره رو بخونید یک تمرین ها رو یک مروری داشته باشیم با هم دوستان عزیزم. بله، اگر خط پایینی رو لطف کنید بخونید آقا محمد جان عزیز. بله. میبینید تلویزیون رو شما دارید تو خونه الان؟ شما صفحه تلویزیون رو دارید؟ بله در پشت تلویزیون هستم. بله، خط پایینی رو لطف کنید بخونید. پایینی رو؟ خط پایین رو، 5 کلمه پایینی رو، ستون پایینی رو. از تیموریت. بله بله بله، همون ردیف رو. بله. لطف کنید صدای تلویزیون رو کم کنید. ارجع. بله، صدای تلویزیون رو کم کنید. لا ارجع. لا لم اخون. لم اخونه. احسنت، لم اخنه. بله، کلمه بعدی رو. فهر فهم. روی هم رفته. فهم. بله، خب یه بار دیگه. فهم. فعرفهم. بله. فلان تیل. عجله نکنید آقا محمد جان عزیز. فعرفهم، یک بار دیگه بگید. فعرفهم. 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 فهم. ف بگید با من. ف ع ر ف هم. فعرفهم. احسن. کلمه بعدی رو. نفقد. شما کلمه فارسل رو جا انداختید. فارسل. فارسل. بله، فارسل. و آخرین کلمه یک بار دیگه. نفقد. اگر شما دقت کنید بخش بخش بخونید آقا محمد جان بهتر هست. نفقدو. 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 شما با نکنید به چند بخش تقسیمش کنید. نفقدو. این گونه بخونید راحت تر هست. بعد با هم جمع میکنید. نفقدو. بله. نفقدو. بله، سپاسگزارم از شما آقا محمد جان از تاجیکستان. سوره را هم میخواهید بخونید؟ بله. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سپاسگزار از شما محمد جان عزیز از تاجیکستان. تشکر میکنم. در پناه الله باشید. سلامت باشید. سپاسگزار از شما. سلام علیکم. وصال حق بفرمایید. علیکم سلام. علیکم سلام و رحمت الله. خواستم سوره رو بخونم. خواهش میکنم لطف کنید خودتون رو معرفی کنید قبل از اون. علی هستم از سردشت. علی آقا از سردشت. بفرمایید علی آقای عزیز. بله. علیکم سلام. علیکم سلام. بفرمایید علی آقای عزیز. بفرمایید صدای شما داره پخش میشه. بخونید. من میخواستم سوره حمد رو بخونم. بخونید علی آقا. صدای شما داره پخش میشه و ما منتظر شنیدن صدای زیبای شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. آمین. سپاسگزار از شما علی آقا. علی آقا صفحه تلویزیون رو دارید؟ بله. شما اگه لطف کنید تمرین دوم رو که الان میبینید، تمرین دوم شما ردیف اول رو لطف کنید بخونید. الان دارم صدای خودم میشنوم. نمیبینمش. خب صفحه تلویزیون رو دارید یا نه؟ آره دارم. الان سوره حمد میشه. خب الان شما اگه بله شما الان نگاه کنید تمرین دوم ردیف اول. آره الان اومد. بله. فکذبت سمحت. نه یه بار دیگه از اول بخونید. فکذبت. احسن. سمحت. عجله نکنید علی آقای عزیز. فکذبت بعدی سمعت سومی اعتدت. بله بعدیش تصرف. احسن. سبعه. احسن. آفرین بر شما علی آقای عزیز. سپاسگزارم. مرسی از برنامه خوبتون. خدا نگهدار شما باد برادر محترم. برنامه روحانی قرآن کریم. بفرمایید بیننده محترم. الو. بفرمایید خواهر محترم. الو. بفرمایید خواهر محترم لطف کنید خودتون معرفی کنید. احمدی از افغانستان. ببخشید صداتون واضح نبود. برادر احمد زیا از افغانستان. بله احمد آقا. بفرمایید احمد آقای عزیز. میخواستم سوره حمد بخونم. بفرمایید بخونید برادر محترم. بخونید میشنویم. الحمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یه بار دیگه ایاک نعبد رو احمد جان ایاک نعبد رو ایاک نعبد و ایاک نستعین. نگاه کنید برادر. ایاک نعبد
و ایاک نستعین. اینو دقت کنید، بعد از دال یا بر روی دال ضمه هست و بعد از اون هم واو هست. اینو دقت کنید، واو هر دو رو واو نخونید، او نخونید. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا یه بار دیگه بخونید. إياك نعبد وإياك نستعين. ادامه بدید. إياك نعبد وإياك. بله احمد جان بخونید، میشنویم. إياك نعبد وإياك. آیه بعدی رو، آیه بعدی. اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بله تشکر از شما احمد ضیا جان. احمد ضیا جان شما فقط دقت کنید انشالله مخارج حروف رو واقعا شما زیبا میخونید، صداتون خیلی قشنگ هست و انشالله که در آینده قاری قرآن خواهید شد. فقط دقت کنید رو مخارج حروف بیشتر دقت کنید. وقتی که میخونید هم عجله نکنید، شمرده شمرده بخونید و حروف عربی رو بر طبق همون مخارج عربی رو اونو ادا کنید، بر طبق اون مخارجی که در کتاب‌های تجویدی هست انشالله. و همچنین همین آیه 5 رو که بهتون گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینو دقت کنید که ایاک نعبد و اینجوری نشه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینم دقت کنید بهش. صفحه تلویزیون رو دارید احمد آقا؟ بله ممنون. میشنوید صدام رو احمد ضیا جان؟ بله. خب صفحه تلویزیون ما رو بله. دارید؟ میبینید؟ بله. خب شما لطف کنید ردیف اول رو بخونید، ردیف اولی که از تمرین 2 خط بالایی رو. آیه 2. نه این تمرین هست، کلماتی که ما امروز فرا گرفتیم در مورد درس سکون. بله. دوستان عزیزم همیشه هنگامی که تماس میگیرن صدای گیرندهشون رو کم کنن و صدای ما رو از تلفنشون داشته باشن تا اینکه مشکلی به وجود نیاد. من خواهش میکنم از همه شما بینندگان عزیز که این رو حتما فراموش نکنید. احمد آقا میشنوید صدای ما رو؟ این خط اول رو لطف کنید بخونید، تمرین اول رو، تمرین دوم رو، خط اولش. وجهك. وجهك. وجهک. این فتحه رو هم در آخرش فراموش نکنید. خب کلمه بعدی رو. نستبق. احسن. کلمه بعدی. حيث لك. آفرین بر شما. کلمه بعدی. لنصرف. نه لنصرف. آفرین بر شما. کلمه آخر. فصدقت. دقت. فصدقت. نه یه بار دیگه دقت کن. فصدقت. فصدقت. احسن. آفرین بر شما. تشکر میکنم از تماستون. فكذبت. کافی احمد آقا، کافی احمد ضیا جان، خیلی ممنون. خدا حافظ شما. تشکر میکنم از شما. برنامه روحانی قرآن کریم، بفرمایید بیننده محترم. سلام علیکم بیننده محترم، برنامه روحانی قرآن کریم، بفرمایید.
برنامه روحانی قرآن کریم. بفرمایید بیننده عزیز. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. لطفاً خودتون رو معرفی کنید. مسلم هستم از تاجیکستان. اسمتون متوجه نشدم، اگر لطف کنید. مسلم هستم از تاجیکستان. مسلم از تاجیکستان. بله آقا مسلم عزیز بفرمایید. استاد خواهش میکنم از برنامه خوبتان و از سوره حدید چند آیات بخونم. از سوره حدید؟ بله. خواهش میکنم شما اگر لطف کنید، برنامه امروز ما یا درس امروز ما در واقع سوره فاتحه هست. اگر لطف کنید از سوره بله سوره فاتحه اگر لطف کنید بخونید. سوره فاتحه برای اگر وقت میشی در آخر برای ما کم روی هم میشی یک تفسیر همون آیه را در اخیر میشید خوب میشه. تفسیر آیه سوره حدید رو شما میخواید براتون بخونم؟ سوره حدید از 20 تا 24. از 20 تا 24 انشالله. شما لطف کنید سوره فاتحه رو بخونید انشالله. من سعی میکنم در پایان برنامه انشالله اگر وقت شد حتما این آیات سوره حدید رو برای شما تفسیر کنم. خواهش میکنم. سپاسگزار از شما آقا مسلم عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید بخونید آقا مسلم، میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. آمین. تشکر از شما آقا مسلم عزیز، شما که استاد هستید و ما واقعا استفاده کردیم از شما، صدای زیباتون، قرائت بسیار زیباتون. تشکر میکنم از شما. ما خیلی برنامه شما رو انشاءالله بسیار تماشا میکنیم، از شما منت داریم و خدمت‌های کردگی کن. خدا شما رو اجر آداش زیاد نوشته بیارون دست همونتون. سلامت باشید آقا مسلم عزیز. ما هم تشکر میکنیم از شما و از این قرائت زیباتون. انشاءالله که الله به همه ما توفیق بده که بتونیم خدمت بکنیم به قرآن کریم و همچنین شما در تاجیکستان هم بتونید که جوانها رو آموزش بدید در راستای تلاوت بهتر و تجوید بهتر قرآن کریم. تجوید درس میتیم خوبه انشاءالله. الحمدلله. سپاسگزار از شما آقا مسلم عزیز. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. برنامه روحانی قرآن بفرمایید. برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید بیننده محترم. الو بفرمایید بیننده محترم. الو بله بفرمایید، صدای شما رو میشنویم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی کنید لطفاً. فضل الرحمن از افغانستان. فضل الرحمن از افغانستان. بفرمایید برادر عزیز. فضل الرحمن از افغانستان. بله میشنوم. لطف کنید صدای گیرنده تون رو کم کنید بیننده محترم. أعوذ بالله من بله متاسفانه قطع شد و به علت این که بله بفرمایید. وصال حق برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید.
حسن اسمم محمد از ایران کم میزنم. آقا محمد از ایران. بله بفرمایید آقا محمد عزیز. سوره حمد میخوام دیگه این حروفای عربی. بله بفرمایید آقا محمد، سوره حمد رو بخونید میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک والدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. صدق الله العظیم. آقا محمد عزیز میشنوید صدای من رو؟ بله. شما انشاءالله من تشکر میکنم از تلاوتتون. در خوندنتون اونطوری که حالا بنده شنیدم الحمدلله خیلی خوب بود، اشکالی نبود، اما در خود کلمات و به هر حال قرائتتون، اما در مخارج حروف شما مخارج حروف عربی رو تقریبا فارسی ادا می کردید. یعنی این حروف هنگامی که ما قرآن میخونیم باید این دقت رو داشته باشیم که بر طبق همون اصول و قواعدی که در زبان عربی هست حروف رو بر طبق زبان عربی تلفظ کنیم، بر طبق مخارج حروف، یعنی اونجا که حرف ادا میشه، اونجایی که حرف تلفظ میشه. مثلا الحمد لله رب العالمین، الحمدو دیگه درست نیست، ما باید ها رو از ته حلق بگیم با دقت. الحمدو لله رب العالمین، عین رو همینطور نکنید، عالمین دیگه نمیشه، باید بگیم عالمین. الحمد لله رب العالمین. پس انشاءالله شما در مخارج حروف انشاءالله دقت بیشتری بکنید آقا محمد محترم. آقا محمد جان صفحه تلویزیون رو میبینید؟ بله. بله تمرین شماره 1، من نمیدونم الان شما این تمرین ها رو دارید یا خیر. تمرین شماره 1 ردیف اول رو اگر لطف کنید بخونید. تمرین درس امروز از درس تشدید یا شد. درس امروز بود که ما امروز 2 درس داشتیم، درس سکون یا ساکن داشتیم و همچنین تشدید یا همون شد. لطف کنید ردیف اول رو بخونید. اتتخذو. احسن. اتتخذو. یک بار دیگه. اتتخذو. بله. کلمه بعدی. ربکم. نه دقت کنید. ربکم. نه ربکم نه کنید. هنگامی که کسره زیر تشدید قرار میگیره اینجا دیگه کسره از فتحه نیست. ولو این که نه کنید اینجا یه نکته مهمی است که بینندگان عزیز دقت بکنن. ولو این که اینجا کسره بالای حرف قرار گرفته، اما چون زیر تشدید قرار گرفته اینجا باز کسره هست، فتحه نیست. نکنید اگر بالای تشدید بود فتحه بود. درسته که بالای حرف هست اما زیر تشدید هست، به همین خاطر اینجا فتحه نیست، کسره هست. پس میشه ربکم. بله. کلمه بعدی. لأملأن. یک بار دیگه بگید. لأملأن. بله. کلمه بعدی. یعوذ. بله. یه بار دیگه. یعوذ. یحض. احسنت. یحض. تشکر میکنم از شما آقا محمد. بخشی من چون که تازه من بخواه قبلا خودم قرآن هیچ بلد نبود، تازه یعنی مثلا یه سالی میشه یعنی تازه یاد گرفتم. قبلا هیچ سوال هیچ قرآن هیچ از اینا محروم بودم. ایران منم افغانی هم مهاجرم، اینجا دیگه کسی
یادم نمیداد چه تا تلویزیون شما مثلا توی برنامه چی اومد بعد این کم آشنا شدم دیگه یادم تعقیب کردم و از اینا کمی یاد گرفتم. واقعا من تبریک میگم به شما آقا محمد عزیز. چند سالته شما؟ من 20 سالم تو از افغانستان اومدم دیگه مدرسه نگرفت دیگه آجرا اینجا دولت دیگه مدرسه نگرفت چی از مدرسه دم مردم ماندم دیگه چی ماندم فقط توی برنامه شما نگاه کردم. خیلی برنامه آموزنده خوبی دارین. خدا دستون راضی باشه در دنیا و آخرت. خدا آمین. نه ما دعا کنیم ما تحت شما دعا میکنیم. سپاسگزار از شما. تشکر از شما. خدا راضی باشه. از ما و شما الله راضی باشه. من تشکر میکنم از شما آقا محمد عزیز. الله یار و نگهدارتون باد. من تبریک میگم به شما و به این پشتکارتون که در این سن خودتون شروع کردید که قرآن رو یاد بگیرید و حرفها رو بشناسید، با این که میگید که متاسفانه با توجه به شرایطی که درش به سر میبردید نتونستید که ادامه تحصیل بدید. و من تبریک میگم، واقعا قرائت شما خوب بود، اشکالات بسیار جزئی بود که انشاءالله همونطور که گفتم در نحوه ادا کردن حروف عربی هست. مخارج حروف رو دقت در تلفظ حروف انشاءالله بیشتر داشته باشید و بیشتر بخونید. کار نیکو کردن است، پر کردن است. هرچی انسان بیشتر بخونه، بیشتر سعی بکنه و تلاش بکنه، انشاءالله روز به روز بیشتر یاد خواهد گرفت و هرگز ناامید نشید. بسیار خوبه و قرائتتون و انشاءالله روز به روز بهتر هم خواهد شد. وصال حق بفرمایید. سلام، ببخشید با وصال حق؟ بله وصال حق. علیکم السلام و رحمت الله. برنامه روحانی قرآن کریم هست. خودتون رو لطفاً معرفی کنید. من فریبا هستم از زاهدان. فریبا خانم از زاهدان. بله فریبا خانم، میخواستم سوره حمد بخونم. سوره حمد رو بخونید، میشنویم و پس از اون هم تمرین رو برای ما حتما خواهید خوند انشاءالله. خوبه؟ انشاءالله. بفرمایید سوره حمد رو بخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بله تشکر میکنم از شما فریبا خانم. آفرین بر شما. فقط لطف کنید وقتی که همون گونه که خدمت برادر عزیزمون آقا محمد هم گفتیم، انشالله سعی کنید در مخارج حروف دقت بیشتری داشته باشید. در مخارج حروف یعنی کلمات یا حروف، به تعبیر صحیح حروف عربی، درسته که همون حروفی هست که در فارسی هم وجود داره، اما روش تلفظش فرق میکنه. روش تلفظ اون چیز دیگریه، طور دیگریه. یعنی باید با دقت و دقیق تلفظ بشه که انشالله زیبا خواهد شد و ما موظف هستیم هنگامی که قرآن میخونیم بر همان تلفظ صحیح عربی که به آن تجوید گفته میشه قرآن رو تلفظ بکنیم. من تشکر میکنم از شما فریبا خانم و نمیدونم صفحه تلویزیون رو دارید شما فریبا خانم؟ بله. ردیف دوم رو اگر لطف بکنید از تمرین تشدید بخونید. ردیف دوم تمرین 1 که مربوط است به درس امروز تشدید. الان داریم ولی این مشخص نیست، نیومده هنوز رو صفحه مانیتور. چطور یعنی واضح نیست؟ بله هست، الان اومد. بله بخونم؟ بله بخونید، لطف کنید بخونید. اتتخذوا. بله بعدی؟ ربکم. بله. لأملأن. بله. یهوه. بله. ردیف دوم؟ تحدث. بله. بعدی؟ یکذب. ماشاءالله. بعدی؟ سبح. نمیبینم. سبحه.
بله سبه خواهر محترم سبه. بله. بعدی و آخری تفرق. من تشکر میکنم از شما خواهر محترم فریبا خانم از زاهدان. واقعا آفرین میگم بر شما، یعنی خوندن شما واقعا درست بود، تقریبا حالا بی عیب یا کم عیب بود به هر حال و خیلی خوب میخوندید. انشالله که دقت در تجوید و مخارج حروف رو هم بیشتر داشته باشید. بله آخه منم سال 4م اینجا مکتب رضوان، اول سطح میشه. ماشاءالله ماشاءالله. الله توفیق خیر به شما بده که انشالله روز به روز قرآن رو بهتر یاد بگیرید. تشکر میکنم از شما خواهر محترم. بله. خداحافظ. خداحافظ. وصال حق، برنامه روحانی قرآن کریم. بفرمایید بیننده محترم. دوستان عزیزی که تماس میگیرن لطف کنن صدای گیرندهشون رو کم کنن تا اینکه انشالله مشکلی در تماس ها به وجود نیاد. وصال حق، برنامه روحانی قرآن کریم. علیکم السلام و رحمت الله. احمد کبیر هستم از افغانستان. آقا احمد از افغانستان. بله احمد آقا در خدمت شما هستیم، بفرمایید. میخواهم که سوره حمد بخونم. سوره حمد رو بخونید، میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. آمین. تشکر میکنم از شما احمد آقا. چند سالتونه احمد آقا شما؟ از من سنم 16 ساله. ماشاءالله 16 ساله هستید. خیلی زیبا خوندید، آفرین بر شما. خواهش میکنم احمد آقای عزیز بفرمایید. انشالله شما آینده درخشانی رو خواهید داشت اگر اینجوری ادامه بدید به فراگیری تجوید و تلاوت قرآن و همچنین حفظ قرآن کریم. در آینده انشالله از قاریان قرآن خواهید شد. اگر لطف کنید دوستان عزیز صفحه مانیتور رو بدن، صفحه مانیتور بنده و تمرین ها رو داشته باشن. احمد آقای عزیز فقط انشالله بر روی تجوید دقت بیشتری رو بکنید، به خصوص به ویژه من تاکیدم بر روی مخارج حروف هست. بیشتر عزیزانی که تماس میگیرن مشکلشون همون مخارج حروف هست. آقا احمد تمرین شماره 1 رو دارید میبینید شما بر روی صفحه تلویزیون؟ احمد آقا بله اتتخذوا بله ربكم رب لأملأن نه بر بگردید کلمه قبلی لأملأن نه قبل از لأملأن ربكم ربكم بله لأملأن بله يحب بله تحدث بله يكذب یکذب. نگاه کنید احمد آقا هنگامی که کسره زیر تشدید قرار میگیره نگاه کنید ولو اینکه بالای حرف باشه، ولو اینکه بالای اون حرف هم باشه، اما چون زیر تشدید قرار گرفته اینجا دیگه کسره است، فتحه نیست. یکذب بله. بعدی سبح نه باز هم مثل قبلی نگاه کنید سبح بله بله تفرق بله این تفرق است. تشکر میکنم از شما احمد آقا، خیلی ممنون، سپاسگزار است. تشکر میکنم از برنامه خوبتان. خواهش میکنم، موفق و مؤید باشید.
سلام علیکم. برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. برنامه روحانی قرآن کریم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. لطفاً خودتون رو معرفی کنید بیننده عزیز. کدام برنامه ببخشید؟ بفرمایید بیننده عزیز. صدای شما داره پخش میشه. برنامه روحانی قرآن کریم هست. لطف کنید خودتون رو معرفی کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کدام برنامه ببخشید؟ برنامه روحانی قرآن کریم هست بیننده عزیز. من بحرالدین از تاجیکستان می‌زنم. بله آقا فخرالدین از تاجیکستان درسته؟ بحرالدین. بله آقا بحرالدین از تاجیکستان. ماشاءالله. امیدوارم که الله متعال شما را بحری از دین قرار بده، از معلومات دینی، از علوم دینی. بله آقا بحرالدین، اگر لطف کنید این تمرین های ما رو بخونید. دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر صفحه مانیتور رو نشون بدن که آقا بحرالدین هم ببینند و این تمرین ها رو بخونند. امروز برنامه ما برنامه آموزش تشدید بود و سکون، یعنی ساکن و تشدید. در تمرین هایی که مشاهده می کنید، کلماتی که روی صفحه تلویزیون مشاهده می کنید، آقا بحرالدین تمرین های امروز ماست. اگر لطف کنید خط پایین رو، ردیف پایین رو بخونید. تحدثو. بله. بعدی یکذبو. بله. بعدی سبح. ساکن هست آخرش. بله. بله. تفرقه. بله. بعدی تنزلو. بله. بعدی فبشرهم. دقت کنید. فبشرهم. احسن. کلمه بعدی زویجت. نه، اینجا تشدید روی چه حرفی قرار داره احمد آقا؟ بحرالدین ببخشید. تشدید روی بالای واو هست. احسن. پس واو باید 2 بار خونده بشه، یا به تعبیر دیگر تشدید خونده بشه. زوجت. یه بار دیگه. زوجت. احسن. زوجت. احسن. کلمه پایانی تنفس. بله درسته. تنفس. سپاسگزار از شما. جزاکم الله خیر. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تنفس. تشکر میکنم از شما و تماستون. آقا بحرالدین از تاجیکستان. برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر محترم لطفاً خودتون رو معرفی کنید. سرداری هستم از ایران. بله خواهر سروری از ایران. بفرمایید خواهر محترم. سرداری. بفرمایید خواهر محترم. بله بفرمایید. دوستان بله خواهر محترم. سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید صداتون رو میشنویم خواهر محترم. بفرمایید سوره حمد رو تلاوت کنید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. تشکر میکنم از شما خواهر محترم سرداری از ایران. دوستان عزیزم در اتاق فرمان اگر صفحه مانیتور بنده رو بدن. خواهر محترم فقط در مورد تلاوتتون واقعا زیبا بود. من تشکر میکنم از شما، آفرین میگم به شما. فقط انشالله دقت بکنید باز هم بر روی مخارج حروف و ادا کردن و اظهار کردن برخی از حروف، مانند مثلا را رو نکنید بسم الله الرحمن، اینجا را باید اظهار بشه، باید را رحمان. نه خواهش میکنم، خیلی زیبا خوندید. فقط انشالله همین دقت در کنار این مخارج حروفی که دارید خوب رعایت میکنید و تجوید رو الحمدلله هم رعایت کردید، فقط انشالله همین اظهار حروف رو هم دقت کنید. مثلا را رو خوب اظهار بکنید حتما. حالا نمیدونم صفحه، امیدوارم که صفحه مانیتور رو داشته باشید، صفحه تلویزیون رو دارید، درسته؟ بله بله. خب اگر لطف کنید ردیف اول رو بخونید. تمرین تشدید هست، دومین تمرین از تمرین‌های تشدید که امروز فرا گرفتیم. ردیف اول رو لطف کنید بخونید. بله. اقتلت. بله. وکتبک. بله. یظن. ماشاءالله. قویبه. ماشاءالله. ردیف دوم. اعظو. تشدید زمیده، درسته؟ درست. سبح. بله. قدر. ماشاءالله. بله. اورک. ماشاءالله. سپاسگزار از شما خواهر محترم، خیلی زیبا بود. تشکر میکنم. خداحافظ شما خواهر محترم سرداری از ایران. و آخرین تماس برنامه روحانی قرآن کریم، بفرمایید. الو سلام استاد، خسته نباشین. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید. سپاسگزار از شما. اگه لطف کنید خودتون رو معرفی کنید. استاد من فریبرز هستم، از ایران زنگ میزنم. خواستم اگر اجازه بفرمایید سوره الحمد فاتحه الکتاب رو بخونم. خواهش میکنم آقا فریبرز عزیز و محترم، بفرمایید بخونید، خوشحال میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلی العظیم. صدق الله العظیم. تشکر میکنم از شما آقا فریبرز محترم و تبریک میگم به شما، واقعا زیبا خوندید. فقط در مورد حالا زیبا خواندن قرآن، همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و آله و بزرگان دین به ما گفتن، حالت زیبا ساختن صدا با قرآن یا به تعبیر دیگر زیبا خواندن قرآن با صدای زیبا، همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مثلا برخی از صحابه میگفت که مثل ابو موسی اشعری مثلا یا دیگر صحابه‌ای که قرآن رو میخوندن، بهشون میگفت، کسانی که قاریان قرآن بودن، که واقعا زیبا میخونید، بخونید برای من که بشنوم.
و این ما موظف هستیم که دقت بکنیم در خوندن این زیبا خواندن رو که شما الحمدلله واقعا زیبا خوندید و انشاءالله در این زمینه بیشتر در قضیه مخارج حروف عربی که واقعا باز هم شما لحنتون واقعا عربی بود و زیبا بود، اما انشاءالله در این زمینه اگر دقت بیشتری رو به خرج بدید واقعا بهتر خواهد بود. تشکر میکنم از شما آقا فریبرز. استاد یه مطلب داشتم، اگه اجازه فرمایید میخواید با صوت و لحن بخونم. خواهش میکنم سوره ناس رو با صوت بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظیم. احسن، درود بر شما، آفرین بر شما آقا فریبرز عزیز، واقعا صدای زیبایی دارید، همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و آله به صحابه میفرمود اوتیت مزمارا من مزامیر آل داوود، یعنی یکی از صداهای زیبا و اون تلاوت‌ها و اون چهچه‌های زیبایی که آل داوود داشتن، خانواده داوود علیه السلام که معروف بودن به خوش صدایی، شما هم یکی از همین خوش صداها هستید که من تبریک میگم به شما و سپاسگزار از شما بیننده عزیز و محترم که وقت برنامه به هر حال داره به پایان میرسه. بزرگوارین استاد، ما از شما و همکارانتون یاد گرفتیم، خیلی از شما تشکر میکنیم. خدا شما رو حفظ کنه، در این راه پایدار بداره. قربان سلامت باشید. همچنین شما، سپاسگزار از قربان شما، موفق و مؤید باشید. خدا یار و نگهدار شما و تشکر میکنم از تمامی عزیزانی که تماس گرفتند و در این برنامه با ما همراه بودند، همیاری کردند و عزیزانی که پشت خط موندند و خطا کاملا پر هست و ما نتونستیم که صدای اونها رو داشته باشیم. انشاءالله در هفته‌های دیگر هم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و تشکر ویژه دارم از همکاران عزیزم در اتاق فرمان و کارگردان عزیز احمد آقای محترم و تمامی همکاران عزیزم، دوستانی که در تهیه این برنامه با ما همکاری نمودند و تشکر ویژه خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. الله متعال لا عاجل